أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعد از اینکه در آغاز این سوره مبارکه یونس دو تا دلیل توحید، دو تا دلیل عقلی بر اثبات توحید خواندیم و همچنین تخویف و تبشیر، تخویف بر مجرمان و برای الذین لا یرجون لقاءنا، کسانی که اعتقادی به خدا و به قیامت ندارند. حال جواب شبهه را بر اینکه چرا عذاب عاجل نمیاد میخوانیم، چون که همیشه مشرکان برای عذاب عجله داشتند. از آن جایی که باور نداشتند، اعتقاد نداشتند، ایمان نداشتند، لذا برای وقوع عذاب عجله داشتند. حتی که در سوره انفال میخوانیم بعضی از سردمداران شرک امثال نضر ابن حارس می گفت اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء. بار اله، اگر آنچه که محمد میگوید صلی الله علیه و سلم اگر این حق است، راست است، پس بر ما سنگ بباران. فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یا عذاب دردناک را زودتر برای ما بیار. تمنا میکردند، تقاضا میکردند. حال این شبهه هست، این سوال هست که وقتی که اونها این اندازه عجله داشتن چرا عذاب نیامد؟ الله میفرماید، در اینجا جواب میده که اگر خدای عزوجل تعجیل میکرد، عجله میکرد، فوراً عذاب میآورد، همان گونه که اونها برای عذاب، برای خیر عجله دارند. انسان وقتی که دنبال خیری باشد، دنبال خوبی باشد، هم عجله دارد. اون وقت الله می فرماید که فیصله می شد و هیچ چیزی باقی نمی ماند. ولو یعجل الله للناس، اگر خدا عجله می کرد برای مردم شر یعنی عذاب را، استعجالهم بالخیر، اینجا کاف تشبیه مقدر است، ای که استعجالهم، مثل عجله مردم که عجله دارن برای خیر،
لقضی بینهم، بینشان فیصله میشد. اما ما فورا عذاب نمیدهیم. فنذر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون. ما ترک میکنیم یعنی بلا عذاب، بدون عذاب میگذاریم کسانی را که اعتقادی به ملاقات ما ندارند، قیامت را قبول ندارند، ایمان ندارند، میگذاریم آنها را فی طغیانهم، در سرکشیشان سرگردان، به معنی عمه کوری دل را میگن، یلعبون یتحیرون. عمه معنیش این است که غافل سرگردان بمانند، ما میگذاریم. و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما. باز هم زجر هست، اما زجر بر انسان مشرک. الله میفرماید هرگاهی که به انسان میرسد آسیبی، دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، در هر حال ما را میخواند، در هر حال از ما استمداد میکند. لجنبه یعنی به پهلو افتاده یا ایستاده یا نشسته، او قاعدا نشسته یا ایستاده. اما وقتی که مشکلش را دور میکنیم، فلما کشفنا عنه ضره، دور میکنیم از او ضررش را، آسیبش را، مر کأن لم یدعونا الی ضر مسه، چنان میرود، چنان ما را فراموش میکنند، میرود کأن لم یدعونا، گویا ما را نخوانده به ضرری که به او رسیده. یعنی انسان زود فراموش میکند، خدا فراموشیش زود هست. وقت مصیبت ما را با تضرع، با زاری میخواند. الله میفرماید کذالک زین للمسرفین ما كانوا یعملون. این گونه برای مسرفین، برای مشرکین مزین شده و آراسته شده اعمال مشرکانهشان. ما كانوا یعملون یعنی اعمال مشرکانهشان، آن اعمالی که انجام میدهند، این اعمال برایشون مزین و آراسته قرار داده شده. خب حال بعد از اینکه الله تعالی از ناسپاسی و ناشاکری مشرکان گفت، تخویف دنیوی بیان میفرماید. الله میفرماید که شما برید اطرافتون را بپایید، بررسی بکنید، ببینید چقدر قوم قبل از شما هلاک شدند، چه انسانهایی قبل از شما نابود شدند. آخه علت چی بود که ما اونها را هلاک کردیم؟ شما چرا فکر نمی کنید و به عاقبت نمی اندیشید؟ ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. الله می فرماید همان ما هلاک کردیم قرون گذشته را، به انواع العذاب بنویسید، با انواع عذاب ها. چه زمانی سبب هلاک چی شد؟ لما ظلموا، زمانی که آنها ظلم کردند، ما آنها را هلاک کردیم. وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. رسل پیششان آمد با بینات، پیامبران با معجزات آمدند. وما كانوا ليؤمنوا، اما آنها ایمان نیاوردند. به سبب عناد، به دلیل عناد، به دلیل عناد اونها ایمان نیاوردند، پس ما اونها را هلاک کردیم. كذلك نزل قوم المجرمین. این بیان سنت الله است. الله اینگونه به کیفر اعمال میرساند قوم مجرم را، لذا اونها را ما هلاک کردیم، از بین بردیم. ثم جعلناكم خلائف فی الارض. سپس شما انسانهای موجود را، شما انسانهایی که الان حضور دارید و مخاطب قرآن هستید، شما را ما خلیفه قرار دادیم. ثم جعلناكم خلائف فی الارض. سپس ما قرار دادیم شما را خلیفه در زمین. من بعدهم، بعد از اون اولیها. لننظر کیف تعملون. حکمت جعل، تا که ما ببینیم شما چگونه عمل میکنید. شما شرک میکنید یا راه ایمان را میگیرید؟ لذا الله تعالی میفرماید شما احوال گذشتگان را بررسی بکنید، علت عذاب اونها را ببینید، بعد برای خودتون تجدید نظر کنید. چرا شما به این فکر نیستید؟ و اذا تتلى علیهم آیاتنا بینات. از اینجا
زجر و توبیخ هست، سرزنش هست الله تعالی بر مشرکین که مشرکان چگونه آیات وقتی که تلاوت میشد چه عکس العملی نشان میدادند. الله می فرماید و اذا تتلى علیهم آیاتنا بینات، هرگاه بر آنان تلاوت می شود آیات ما، آیاتی که بینات هست، واضحات هست، همه مسائل را آشکار بیان می کند. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا، میگویند کسانی که اعتقادی به ملاقات ما ندارن، لا یرجون امید ندارن، ولی منظور اعتقاد است، ایمان است. میگویند ائت بقرآن غیر هذا او بدله، ای پیامبر قرآنی غیر از این بیار یا تبدیلش بکن. ببینید اونها میگفتن غیر از این قرآن، یعنی قرآنی بیار که در اون مذمت خدایان ما نباشد، رد خدایان ما نباشد. تو این همش رد خدایان ما هست، توهین به خدایان ما هست و برای ما آیات وعید هست. دو چیز، یکی این که قرآنی باشد که بر علیه خدایان ما چیزی داشته نباشد، دوم این که آیات وعید نباشد، عذاب، بیم دادن، تهدید، بلکه همیشه ما را امید بده، به ما را مژده بده. الله تعالی به پیغمبرش میگه ای پیغمبر بگو که در دست من نیست، در اختیار من نیست، من بنده خدا هستم که صرفا و صرفا از وحی الهی تبعیت میکنم. قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، اعلان بفرما در جوابشان بگو ما یکون لی، برای من نیست، در اختیارات من نیست، این نفی مختار کل، ان ابدله من تلقاء نفسی، این که تبدیل کنم از جانب خودم مطالب قرآن را، موضوعات قرآن را من تعیین بکنم، نه، به دست من نیست. من وظیفه چیه؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، من پیروی نمی کنم مگر آنچه که وحی میشه به سوی من تابع وحی الله هستم. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من میترسم اگر من نافرمانی کردم از پروردگارم از عذاب روزی بس بزرگ. من خودم از الله بیم دارم، میترسم، من چنین کاری نمی کنم، در اختیار من نیست. من که برای شما تلاوت میکنم من خدا دستور داده، اگر خدا میخواست من نمیخواندم، ولی خدا خواسته که من برای شما بخوانم همین مطالب را، همین آیات را. قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به، اگر خدا میخواست من تلاوت نمی کردم بر شما، ولا ادراکم به، و من شما را به این خبر نمی دادم، درباره این مطالب برای شما چیزی نمی گفتم اگر خدا می خواست، ولی خدای تعالی خواسته که من برای شما بخوانم. فقد لبثت فیکم عمرا من قبله، الان پیغمبر را خدا می فرماید استدلال بگیر از احوال گذشته، همانا من ماندم عمرا من قبله، در میان شما یک عمری قبل از این، یعنی عمری که حدوداً 40 سال است، 40 سال قبل از این من در میان شما بودم. شما منو میشناسید. از چه جهت شما میشناسید؟ شما میبینید، میدانید که من قبلا هیچ مکتبی نرفتم، هیچ سواد و علمی نیاموختم. این مطالبی که امروز میگویم این مطالب را قبلا نمیدونستم، لذا امروز که دارم من اینها را میگویم و این اخبار را، این وعید را به شما میدهم، درباره اقوام گذشته برای شما تعریف میکنم، خب میدانید که اینها به خاطر وحی الهی است، و الا قبلا من چنین مطالبی نمیدونستم، بلد نبودم. افلا تعقلون، آیا شما عقل ندارید؟ شما درک نمی کنید؟ شما متوجه نیستید که من قبلا در میان شما بودم،
مکتب نرفته بودم، سواد نداشتم، خواندم بلد نبودم، و بعد صداقت و امانت من هم برای شما معلوم هست، سابقه من در وسط شما هست. لذا الان که من این مطالب را میخوانم، این مطالب را میگم، از طرف الله تعالی مأموریت دارم. فمن اظلم ممن افترا، باز اگر من بر خدا افترا بگویم، از خود درست کنم، میدانید که هیچ انسانی ظالم تر نیست از اون کسی که بر خدا افترا بگوید. چرا من چنین چیزی بگویم؟ فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته، چه کسی ظالم تر از اون کسی که افترا میگوید بر الله افترای دروغ، یا تکذیب کند آیات خدا را. انه لا یفلح المجرمون، همان شأن این است که مجرمان رستگار نمیشوند. المجرمون المشرکون تفسیر خازن گفته، اونا رستگار نمیشوند، شما همون هستید. لذا شما تنها راه رستگاریتون این است که به این وحی که من از طرف خدای عزوجل آوردم پایبند و عامل باشید. حال بعد از این که اینا دلیل وحی بودند و فریضه پیامبر بودند، الله تعالی به نبیش گفت شما این گونه وظیفت را اعلام کن. در اینجا میخوانیم که آنان باز هم زجر و شکوه بر آنان است که آنها بغیر از خدای عزوجل خدایانی معبودانی که هیچ نفع و ضرری ندارند، هیچ توان و قدرتی ندارند، اونها را پرستش میکنند. الله میفرماید و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، پرستش میکنند غیر از الله آنهایی را که لا یضرهم، ضرر نداره برای آنان در صورت ترک عبادت، ولا ینفعهم، و نفعی برای آنها نداره در صورت چی؟ عبادت. و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینها میگویند اینها سفارش کنندگان ما نزد الله هستند، نزد الله برای ما سفارش میکنند. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، الله تعالی میفرماید شما به خدا داری خبر میدهید اون چیزی که خدا نمیداند در آسمان و زمین. یعنی خدا برای خدا شما شریکانی ثابت میکنید که خدا سراغ ندارد چنین شریکانی برای خودش. مطلب اینه، نه در آسمان نه در زمین چنین شریکانی وجود ندارد. شما به خدا دارید میگید که خود خدا هم اطلاع ندارد. سبحانه و تعالی عما یشرکون، الله پاک است و برتر است از اون معبودانی که اینها شریک خدا قرار میدهند. حال الله عزوجل باز هم توبیخ بیان میفرماید که ابتداء همه مردم بر امت واحده بودند، بر مسیر واحد بودند، بر دین واحد بودند، اما در میان خودشون اختلاف کردند. ما خواندیم هم که اختلاف را چه کسانی انداختند و چرا چگونه انداختند. لذا علماء سو بودند به خاطر اینکه با هم حسادت داشتند، با هم مشکل داشتند، با دعوتگران توحید مشکل داشتند، اختلاف انداختند. و ما کان الناس الا امه واحده، مردم نبودن مگر امت واحده بودن، یعنی همه موحد بودن. فاختلفوا، اختلاف کردند یا اختلاف انداختند بین الناس بغیا بینهم. الان سوال اینجاست که وقتی که مردم راه شرک را گرفتند، راهی غیر از راه خدا گرفتند، چرا الله عزوجل اونها را عذاب نمی دهد؟ چرا خدا گرفتارشون نمی کند؟
الله می فرماید ولولا کلمة سبقت من ربک لقضی بینهم فیما فیه یختلفون. الله می فرماید از قبل فیصله پیش خدا شده. پیش خدا فیصله چی شده؟ فیصله این که عذاب وقت معینی دارد، یا در همین دنیا در یک وقت مشخصی هست، یا اگر در این دنیا نباشد در آخرت که علی ای حال هست. پس اون فیصله قبلی و تعیین شده الله تعالی باعث میشه که به اونها هنوز مهلت داده بشه. بس عذاب که نمیاد، الله تعالی مثل ما عجله ندارد، هر چیز را معین کرده، هر چیز به وقتش میاد. لذا الله می فرماید ولولا کلمة سبقت من ربک، اگر کلمه سبقت نکرده بود از جانب رب. منظور از سبقت کردن کلمه یعنی فیصله الهی در مورد تاریخ عذاب، موعد عذاب. اگر آن نبود لقضی بینهم فیما فیه یختلفون، بین آنان فیصله میشد در آن چیزی که آنها اختلاف دارند. ولی الله تعالی از قبل فیصله کرده. و یقولون لولا انزل علیه آیة من ربه. باز زجر، توبیخ بر خواسته مشرکان. اونها می گفتن چرا آیه‌ای که ما می خواهیم، آیه مطلوبه، آیه مقترحه، معجزه‌ای که ما می خواهیم، چرا اون نازل نمیشه؟ و یقولون لولا انزل علیه آیة من ربه، چرا نازل نمیشه بر او آیه از جانب ربش؟ فقل انما الغیب لله، بگو جز این نیست که غیب فقط و فقط برای الله است. منظور چیه؟ جواب با سؤال بظاهر تطبیق ندارد. اونها آیه میخواستند، جواب داده شد که بگو غیب مال الله است. تطبیقش به این صورت است که اون آیه هم به دست الله تعالی است که آیا اون آیه نازل میشه یا نازل نمیشه. داننده اون هم الله هست. و اگر آیه نیاد، آیه مطلوبه، اون وقت معلوم نیست که شما اگر بیاد شما بپذیرید یا نپذیرید. لذا همه اینها از مسائل غیب هستند که من محمد نمیدانم. لذا شما هم منتظر باشید، من هم منتظر میمانم ببینم خدا چه فیصله میکند. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، شما منتظر باشید، من هم با شما از منتظرین هستم. الله تعالی می فرماید باز هم بیشتر در این آیات توبیخ هست، زجر هست، سرزنش است بر افعال مختلف، اقوال مختلف، عملکرد انسان ها. بیشتر منظور از الناس یا الانسان اینجا انسان مشرک است، انسان ناسپاس است. و اذا اذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم اذا لهم مکر فی آیاتنا. الله می فرماید هرگاه بچشانیم به انسانها رحمتی، منظور از رحمت ای خصبا وسعتا، فراخی و فراوانی، سرسبزی، بهار، هر چیزی که طبق میلش باشد. من بعد ضراء مستهم، بعد از ضرر و آسیبی که به اونها رسیده. یعنی ابتدا برای اونها الله تعالی مشکل آورده، بعدا وقتی که رحمتی برسد اذا لهم مکر فی آیاتنا، اینها فوراً توطئه میکنن درباره آیات ما، منظور با آیات ما مبارزه میکنن، تمسخر میکنن. قل الله اسرع مکرا، بگو الله عزوجل از نظر مکر، تدبیر، اسرع هست منکم، از شما زودتر الله تعالی تدبیر میکند، جلوی شما را میگیرد.
و این هم شما بدانید که شما هر چی میگویید، هر چی میکنید بر علیه آیات خدا، بر علیه دین خدا، بر علیه دعوت پیامبران ما یا فرشتگان ما، آنها را می نویسند. فرشتگان هم رسول الله هستند. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون. تمام توطئه شما را، مکر شما را، نیرنگ شما را می نویسند. یعنی مواظب خودتون باشید، هر نقشه بکشید، هر تدبیری بکنید، همه اینها مکتوب میشه، نوشته میشه. دیگه تهدیدی از این بزرگتر که انسان وقتی که بدونه همه چیز را می نویسند. جلساتی که پشت درهای بسته دارم، برنامه ریزی که بر علیه دین، بر علیه اهل دین، بر علیه اهل حق دارم، همه نوشته می شوند. این تهدید بزرگی هست. و باز بر این الله تعالی دلائل ذکر می کنه، دلائل توحید. خدا قدرتمند است، خدا توانای مطلق است، همه چیز به دست او هست. الله می فرماید هو الذی یسیرکم، این دلیل چهارم توحید است عقلی. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، الله آن ذاتی هست که شما را سیر می دهد، شما را می برد در خشکی و در دریا. هر جا سیر از طرف الله است. برای شما امکانات سواری مرکب فراهم کرده. حتی اذا کنتم فی الفلک، حتی که زمانی شما باشید در کشتی، و جرین بهم بریح طیبه، و می برد آنان را کشتی. ببین این التفات است از خطاب به غیبت. اول الله تعالی در اول آیه خطاب کرد شما، بعدا از خطاب، این یکی از زیبایی های بلاغت است، از خطاب به صیغه غائب باید بر اساس گذشته می بود. و جرین بکم، خداوند شما را، کشتی شما را می برد به وسیله باد و نسیم موافق زیبا، اما نگفت بکم بلکه بهم، آنان را. و جرین بهم بریح طیبت، و آنان را جاری کرد و برد با باد طیبه، باد زیبا. باد زیبا در دریا اون بادی هست که موافق سیر کشتی باشد، موافق حرکت کشتی، به هر سمتی که کشتی میره باد همون طرف بوزد. این ریح طیبه هست، از جانب مخالف نیست. و فرحوا بها، و به اون خوشحالند و مغرورند، یعنی می نازند، افتخار می کنند که کشتی چه زیبا می رود. جاءتها ریح عاصف، الله می فرماید در این وقت جاءتها، می آید پیش آن طوفان شدید، باد وزنده شدید. و جاءهم الموج من كل مکان، پیش آنان موج از هر طرف می آید. و ظنوا انهم احیط بهم، یقین می کنند که الان مورد احاطه خدا قرار گرفتن، یعنی کم کم عذاب می آید. الله می فرماید وقتی که در چنین حالتی قرار می گیرند، دعوا الله مخلصین له الدین، آنان صدا می زنند، فریاد می زنند الله را، در حالی که خالصتا دعا را، فریاد را به خدا اختصاص می دهند و می گویند لئن انجیتنا من هذه، بار اله اگر ما را نجات داده از این مهلکه، از این طوفان، لنکونن من الشاکرین، حتما ما از انسانهای شاکر و سپاسگزار خواهیم بود. ببینید الله تعالی می‌فرماید که حاصل این مطلب این از خلاصش که گاهی اینطور میشه شما در دریا میرید، کشتی شما را میبرد، باد موافق است، سیر و مسیر بسیار آرام هست، شما هم خوشحال مغرور و که دارید در سفر دریایی می روید، از خدا فراموش، ناگهان طوفانی میاد، از هر طرف موج میاد، کشتی شما با صخره‌های آب بازی می کند، میزند بالا و میاد پایین. الان شما
یقین میکنید پایان زندگیتون هست. چیکار میکنید؟ همه خدایان باطل را فراموش میکنید، فقط خدا را صدا میزنید و اونجا این تمنا را میکنید، این التجا و تضرع را میکنید: خدای اگر ما را نجات دادی، ما بعد از این شکرگزار میشیم، دیگه کفران نعمت نمیکنیم. اما وقتی که خدا نجاتشون میده، دوباره الله میفرماید در زمین فساد میکنند. خب چرا خدا را خالصتا صدا میزنند معبودان را؟ یکی اینه که اونها اعتقاد داشتند معبودان آنان در کارهای کوچک کوچک میتوانند نقشی داشته باشند، در کارهای بزرگ، در مصیبتهای بزرگ نقشی ندارند. اما نکته دیگری را که حضرت شیخ حسین علی رحمه الله نوشته، شیخ نوشته این به خاطر تبلیغ و انذار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است. چون رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه اونها را از عذاب میترسونده، همیشه آنها را بیم میداده و میگفته که خدا شما را گرفتار میکند. لذا گاهی که کشتی سوار میشدند و به مصیبتی گرفتار میشدند، آفتی میآمد، سیل میآمد و موج میزد، طوفان میآمد، اونا فکر میکردند که این همون عذابی است که محمد گفته، لذا میترسیدند. فقط خدا را میخواندند، فقط صدا میزدند: ما اشتباه کردیم و دیگه انجام نمیدهیم. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر ما را نجات دادی دیگه موحد میشیم، فقط تو را پرستش میکنیم، دیگه کسی را شریک قرار نمیدهیم. اما بعد از اینکه خدا نجاتشون داد، فراموش میکنند یا فکر میکنند که اون یک حادثه طبیعی بود، فکر نمی کنند که گرفت خدا بود، مؤاخذه خدا بود. دوباره ادامه میدهم مسیر شرکی خودشون را. لذا الله تعالی این حادثه را، این واقعه را بیان می‌فرماید. گاهی ما انسانها، ما مسلمانان همچنین گاهی به مشکلی مواجه میشیم، خطری ما را تهدید میکند، هم نظر میکنیم برای خدا و هم عهد میکنیم که خدایا همین بار مرا نجات بده، دیگه من ذره تو را نافرمانی نمی کنم، ذره از حکم تو سر باز نمی زنم و تا آخر عمر طاعت و بندگی می کنم، غفلت نمی کنم. اما وقتی که خدای تعالی بر ما لطف می کند، ما را نجات می دهد، مجددا ما به همون لهو و لعب، به همون غفلت، به همون خدا فراموشی، بی نمازی رجوع می کنیم. لذا هر انسانی فراموشکار است، هر انسانی غفلت تو فطرتش هست. الله می فرماید، آنها می گویند: لئن انجیتنا من هذه، اگر ما را نجات دادی از این مصیبت، لنکونن من الشاکرین، ما حتما از شاکرین خواهیم بود، یعنی حق شناس، موحد. جلالین گفته: فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض، زمانی که الله آنها را نجات میده، در این هنگام میبینیم یبغون فی الارض، در زمین آنها فساد میکنن بغیر حق، بغاوت، فساد، شرک. یا ایها الناس، الان الله خطاب میکند به پیغمبر، میگه به اینها بگو: یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، جز این نیست که این بغی شما، این تعدی و تجاوز و فساد شما، علی انفسکم، بر علیه خودتان، بر علیه نفستان، متاع الحیات الدنیا، فی متاع الحیات الدنیا، فی مقدر است، در این زندگی دنیا و استفاده کردن از زندگی دنیا در این چند روز هست. ثم الینا مرجعکم، سپس به سوی ما مرجع شماست، رجوع شماست، بازگشت شما به سوی ماست.
فننبئکم بما کنتم تعملون، ما به شما خبر میدهیم آنچه که شما عمل کردید. خب الله تعالی فرمود که چند روزی شما در دنیا زنده هستید، متاع الحیات الدنیا. حال در آیه بعدی تزهید من الدنیا است، یعنی مثال زندگی دنیا با در قالب این مثال که این بیانگر این هست که انسان هر چی در دنیا داشته باشد آخر فناست، آخر زوال است، آخر پایان هست. الله می فرماید انما مثل الحیات الدنیا، جز این نیست که مثال زندگی در دنیا، زندگی در دنیا مثل چی میماند؟ مثل آبی میماند که از آسمان نازلش میکنیم، این آب با نبات زمین و با بذر زمین خلط میشه و میروید تبدیل به یک باغی میشه، به یک زراعتی میشه، به گلستان تبدیل به گلستانی میشه، زیبا و مزین، همه جا سرسبز. اما آخر زمانی که اهل اون زمین، صاحب اون کشت، صاحب اون زراعت خوشحال است، فکر میکنه الان نتیجه داره، الان دیگه من دروش میکنم و من محصول زحمتم را بر میدارم، ناگهان ما اون را چیکار میکنیم؟ برای اون آفتی میاریم، برایش مصیبتی میاریم، اون هرچی که کشت هست کشت را میسوزانیم، خرابش میکنیم، دست خالی میماند. لذا انسان همچنین، انسان در دنیا، در زرق و برق دنیا مشغول تلاش میکند، کوشش میکند و انسان فکر میکنه الان نتیجه است، در همین دنیا زحمت کشیده، ناگهان موت برو می آید، همه نقشه ها برباد میشه. گاهی میبینیم، شما هم مشاهده میکنید، گاهی انسان هایی هستن خیلی تلاش میکنن، تمام عمرشون سرمایه جمع میکنند، بعد از اون سرمایه باغی آماده میکنند، ساختمانی، کاخی آماده میکنند برای رفاه، برای خوشگذرانی. بعد از اینکه تمام زحمت را میکشن، کارشون تمام میشه، میخواهند که بپردازند به راحت، ناگهان موت میآید، مهلتشون نمیده. حتی دیده شده چندین انسان برای رفاه خودشون امکاناتی، مسکن خوبی، ساختمان زیبایی درست میکنند، هنوز استفاده کردن را شروع نمی کنند که قبل از اون میمیرند. لذا الله میفرماید که پس این دنیا برای راحتی، برای ماندن قابل اعتبار نیست، به این دنیا دل نبندید. انما مثل الحیات الدنیا، جز این نیست که مثال و حالت زندگی دنیا کما این انزلناه من السماء، مثل آبی میماند که ما نازلش کردیم از آسمان. در چه چیزی تشبیه است؟ فی قلت مدتها و فنائها بعد قلیل، فی قلت مدتها و فنائها بعد قلیل، در این که مدت واقعا کم است و بعد از اندک زمانی فنا میشه، از بین میره. این آب را که الله میفرسته فاختلط به نبات الارض، به با سببی است، به سبب این آب نبات زمین مخلوط میشه با خاک و به هر حال آب میره اونجا، بهش آب میده، تر میشه. کدوم نبات؟ مما یأکل الناس والانعام، تمام اون سبزیجاتی که هم مردم میخورند هم چارپایان، یعنی هم از درخت ها برای میوه یا زراعتی که گندم و جو و برنج که مردم استفاده میکنن یا چارپایان میخورند. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، حتی وقتی که زمین میگیرد زیباییش را، زخرف زیبایی ظاهری نمیگن، و زینت، این عطف تفسیری زخرف است،
یعنی اون زمین مزین میشه، اون زمین زیبا میشه. و ظن اهلها انهم قادرون علیها، میپندارند اهل زمین که آنان قادر هستند بر اون زمین که از این به بعد درو میکنیم، محصول را به دست میاریم، راحت زندگی میکنیم، چند میلیون سود میبریم. در همین فکر هستند که اتاها امرنا لیلا او نهارا. الله می فرماید امر ما می آید، ای قضاؤنا للهلاک، اون برنامه ریزی که ما برای نابودی این کردیم او می آید، چه به شب چه به روز. فجعلناها حصیدا، حصید یعنی درو شده، قطع شده. اون زمین را چنان قرار میدیم که گویا درو شده، هیچ اثری از سبزی نمیماند. که لم تغن بالامس، گویا دیروز هیچ فایده ای نداد، یعنی دیروز این زمین زمین آبادی نبود. پس كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون، این گونه ما مفصل آیات را توضیح میدیم برای قومی که فکر کنند. برای مسلمان، برای متفکر. ببین الله تعالی توضیح داده، ما باید روی این فکر بکنیم. حاصل تفکر این میشه که این دنیا که آخرش فنا هست، آخر هم نه زود فنا هست. شاید ما به استفاده کردن و بهره از اون نرسیم، پس چرا به این دل ببندیم؟ چیکار بکنیم وقتی که دل نبندیم؟ کجا بریم؟ بریم به اون سمت و سوی که خدا ما را میخواند. خدا ما را دعوت میده. خدا به کجا میخواند؟ خدا به سوی بهشت میخواند. والله یدعو الى دار السلام. به دنیا که دل نده برو به طرف بهشت. والله یدعو الى دار السلام، الله میخواند، دعوت میدهد به سوی دار سلام، اون داری که همیشه سلامتی است. سلامتی است، هیچ خطر اونجا نیست، خطر نابودی نیست، خطر فنا نیست، خطر از بین رفتن نیست، همیشه سلامتی، همیشه زیبایی، همیشه خوبی. و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، و الله هدایت میکند کسی را که بخواهد. یشاء هدایته، کسی که خدا هدایتش را بخواهد او را راهنمایی میکند به صراط مستقیم. للذین احسنوا الحسنى و زیادة. حال الله تعالی نوید میده اون دارالسلام، اون بهشت برای چه کسانی هست؟ للذین احسنوا، برای آنانی که آنها احسان کنند، نیکوکاری کنند. قبلا هم گفتیم احسان، محسنین دو معنا هست، یکی نیکی نیکوکاری، یکی اخلاص. اخلاص داشته باشند یعنی عملشون خالصتا برای خدا باشد، سجدهشون، نمازشون، حجشون، صدقهشون، تمام عبادت ها نه برای غیر الله، نه برای ریا مردم. لذا الله می فرماید کسانی که اخلصو، احسنو یعنی اخلصو، مخلص باشند در ایمان و توحید، برای آنان چی است؟ الحسنا، بهشت است. تفسیر حسنا بنابر گفته مفسران بهشت است. کسانی که در دین و ایمان مخلص باشند خدا برایشون بهشت نوشته. و زیادتون، و بیشتر از بهشت. قبلا خدمت شما عرض کردم که زیادتون را مفسرین گفتند یعنی لقای الله، دیدار رب. کسانی که واقعا با اخلاص باشند الله تعالی هم بهشون بهشت میده، هم دیدار خودش را میده. ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذله. الله می فرماید چهره هایشان را سیاهی و ذلت نمی پوشاند،
یعنی اونها عزیزند، ذلیل نیستند. اولئک اصحاب الجنه، این گروه اصحاب جنت هستند، بهشتیانند. هم فیها خالدون، در آن بهشت همیشه هستند. پس این بهشت بهتر است یا اون دنیایی که انسان تا میخواد استفاده بکند همه چیز از بین میره، یا خود انسان میمیرد یا مال از دست میره. والذین کسبوا السیئات، حال تخویف اخروی، اونهایی که احسنو ندارند، اخلاص ندارند، کارشون برای خدا نیست، توحید ندارند، بلکه چی؟ دنبال شرکند. کسبوا السیئات، سیئات را کسب کردند، کفر، شرک. جزاء سیئة بمثلها، برای آنان هست جزای بد سیئه به مثل آن، یعنی مثل اون بدی جزای بد، مثل اون سیئهشون جزای سیئه. و ترهقهم ذله، برعکس بهشتیان اینها را ذلت می پوشاند، چهرهشون سیاه میشه. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، اینایی که چهرهشون سیاه میشه کیند؟ فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم، اینا کسانی هستند که کفر کردند، شرک کردند. الله می فرماید و ترهقهم ذله، آنان را ذلت می پوشاند، خاری آنها را تحت پوشش قرار میده. ما لهم من الله من عاصم، نفی شفاعت قهری، این مدعای سوره بود. در این سوره ما میخواندیم که در روز قیامت هیچ شفاعتی نیست، شفاعت وجاهت، شفاعت محبت، این نوع شفاعت ها نیست. لذا الله می فرماید ما لهم من الله من عاصم، نیست برای آنان من الله یعنی من عذاب الله، من عاصم ای من حافظ، هیچ کسی که اونها را محفوظ بکند از عذاب خدا، اونها را نجات بدهد نیست. کأنما اغشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما، ذلت اونها را خدا بیان می فرماید، چنان ذلیل هستند که گویا پوشانده شده چهرهشان با تکه از شب تار، گویا چهرهشون یک تکه از شب تار است، چنان سیاه. اینا کیند؟ اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها اهل جهنم هستند، اهل آتشند، اهل نارند که همیشه در آن میمانند. و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا، بازم تخویف اخروی. از اینجا معلوم میشه که این جهنم برای چه کسانی است؟ برای اهل شرک است، اصلش برای اهل شرک و کفر. واتقوا النار التي اعدت للكافرین، الله میفرماید از اون آتشی که فلسفه اش اینه که برای کافرین درست شده، نه برای شما مؤمنین، از اون آتش شما خودتون را نجات بدید. لذا الله میفرماید که ثم نقول للذین اشرکوا، روزی که همه را ما حشر میکنیم، همه را جمع میکنیم، ثم نقول للذین اشرکوا، سپس میگوییم برای مشرکان، فقط برای مشرکان، بقیه تکلیفشان روشن است. به اونها میگیم مکانکم انتم و شرکاؤکم، مکانکم یعنی الزموا مکانکم، همین جایی که هستی همین جا بمانید، تکان نخورید، شما و معبودان شما. شرکاکم بزعمکم فی العبادت، اونهایی که طبق به زعم خودتون، به گمان خودتون در عبادت شریک بودند، تنها خدا را عبادت نمی کردید، اونها را هم عبادت می کردید. فزیلنا بینهم، الله می فرماید بین اینها ما جدایی می افکنیم، اختلاف. الان اینها با هم دشمنند، اون دوست نیستن که در دنیا برای هم دیگه
سر می شکستند، برای همدیگه جان می دادند، برای همدیگه گوسفند سر می بریدند. اینجا نه، الان عداوت، چون می بینند سبب گمراهی همدیگه شدند. شرکا الان انکار می کنند. وقال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون. شرکایشون میگن شما ما را عبادت نکردید، ما از عبادت شما خبر نداریم، ما به حال خودمان گرفتار بودیم. آیه دیگه هست که ما کانوا ایانا یعبدون بل کانوا یعبدون الجن. اینا جنات را پرستش میکردند. جنات آمدن به شکل ما، اینا را فریب داده، اینا فکر کردن ما را عبادت میکنن. اولیاء اینا فکر میکردن ما اولیاء الله را، بزرگان را، جنات به اون شکل، به اون صدا اینها را صدا زد. فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم ان كنا عن عبادتکم لغافلین. شرکا میگویند خداوند کافی است از نظر گواه بین ما و بین شما که ما از عبادت شما بیخبر بودیم، ما هیچ خبر نداشتیم شما داریم ما را صدا میکنید یا فلان ادرکنی یا فلان انصرنی، ما از این صداها هیچ خبری نداشتیم، ما اطلاع نداشتیم. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. اینجا هر ظاهر میشه برای هر نفسی آنچه که در گذشته انجام داده، یا اینکه ظاهر میشه میبیند، به او میرسد. اگر عمل شرکی کرده عمل شرکیش برایش مشخص میشه، اگر عمل نیک کرده مشخص میشه. و ردوا الی الله مولاهم الحق. همه انسان ها به سوی خدا که مولای حقیقی و واقعیشون هست برگردانده میشوند. و ضل عنهم ما كانوا یفترون. آنچه که افترا میگفتند، آنچه که شریک میگرفتند با خدا، همه چی میشه از بین میره. یعنی معلوم میشه که شرکا دردی را دوا نمی کنند، کاری اونها نیست. الله میفرماید همه و همه اینجا ظاهر میشه. و ضل عنهم ما كانوا یفترون. گم میشه، از بین میره افترایی که اونها میکردن. خب این بحث بین عابدان و معبودان، شرکایی که در دنیا اونها را صدا زدند، از اونها استمداد طلبیدن بود. از اینجا به بعد خدای تعالی چند تا دلیل ذکر می فرماید بر اثبات توحید، که این دلایل عقلی اعترافی هستند. یعنی در این دلایل مواردی ذکر می شوند که طرف خودش قبول داره قدرت الله و امکاناتی که الله تعالی به انسان داده، همه را انسان قبول داره. الله تعالی در این دلایل رزق را مطرح می کند. رزق را به شما کی داد؟ توانایی سمع و بصر را که شما هر چیز را می شنوید، هر چیز را می بینید، اینا را به شما کی داد؟ مرده را کی زنده می کنه؟ زنده را کی می میراند؟ وقتی که همه این تصرفات مال خداست، شما هم اعتراف دارید، اقرار دارید به غیر از خدا کسی نیست، پس چرا در عبادت غیر خدا دیگران را شما عبادت می کنید؟ چرا در فریاد غیر از خدا از دیگران را فریاد میزنید، از دیگران استمداد میکنید، در حالی که شما اعتراف دارید که غیر از خدا دیگران نه سمع میدن، نه بصر میدن، نه رزق میدن، نه روزی میدن، نه چیزی دیگه. پس وقتی که تصرفات و قدرت از آن الله هست، عبادت هم از آن الله است، فریاد و دعا هم مال خداست، از غیر خدا شما نطلبید. الله می فرماید قل من یرزقکم من السماء والارض. به آنان بگو چه ذاتی هست که شما را رزق میده از آسمان و زمین؟ ام من یملک السمع والابصار. یا چه ذاتی هست که مالک سمع و بصر شماست؟ به هر کسی بخواد شنوایی میده، به هر کسی نمیده، به هر کسی بخواد بینایی میده،
هر کسی را که بخواد بینایی نمیده. و من یخرج الحی من المیت، چه کسی هست، چه ذاتی هست که بیرون میکند زنده را از مرده و مرده را از زنده. و من یدبر الامر، چه کسی هست که تمام امور را تدبیر میکند. ببین زنده را از مرده، مرده را از زنده، مصادیقش را بار بار عرض کردیم. بعضی مصادیق جدید، مثلا ای النبات من الارض، تفسیر قرطبی گفته زنده را از مرده، زمین مرده هست، از این زمین مرده گیاه علف می روید که زنده هست. چطور زنده هست؟ روز به روز، یک روز میبینی نیم متر است، یک روز دیگه میبینی 1 متر است، بعدا 2 متر است. خب این زنده هست، داره رشد میکنه از یک زمین مرده. ای النبات من الارض والانسان من النطفه، انسان زنده را از نطفه، نطفه مرده هست، بیجان هست. و السنبلة من الحبه، و همچنین خوشه را از حبه، یک دانه دانه بذر می اندازی مرده هست ولی از این خوشه درست میشه. و الطیر من البیضه، پرنده را که زنده هست از چی؟ از تخم مرغ. و المؤمن من الکافر، مؤمن را از کافر. همه اینها این الله است که چنین خلق می کند. پس و من یخرج الحی من المیت، و برعکس اینها میشه چی؟ مرده از زنده، مرده از زنده، از مرغ تخم مرغ، از انسان مؤمن کافر، از انسان زنده نطفه. الله می فرماید و من یخرج الحی من المیت، چه کسی است که بیرون می کند زنده را از مرده و مرده را از زنده. و من یدبر الامر، چه ذاتی است که مدبر امور هست، تمام امر عالم را برنامه ریزی می کند، مدیریت می کند. اگر در این باره از اینها بپرسی فسیقولون الله، حتما اینها میگویند، ان قریب اینها میگویند الله، این کارها کارهای الله است. فقل افلا تتقون، وقتی که الله است الان نمیترسی از خدا؟ با اون خدا شریک میگیرید که این همه قدرت داره؟ در کنار اون خدا دیگران را صدا میزنی، از دیگران استمداد میکنی با وجود این خدا. فذلكم الله ربكم الحق، این الله است، همان اللهی که رب و معبود حق شماست. فماذا بعد الحق الا الضلال، الله می فرماید بعد از حق چی هست بغیر از گمراهی؟ یعنی غیر از راه خدا، غیر از راه توحید، هر راهی دیگه رفتی بغیر از گمراهی چیزی دیگه هست. فانا تصرفون، به کدام سمت اینها برگردانده می شوند، منحرف می شوند؟ تصرفون عن التوحید، شما برگردانده می شوید از توحید. به کدام سمت سو؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا فسقوا انهم لا يؤمنون. خب اینجا علت ایمان نیاوردنشون با وجود این همه دلائل روشنند، قانع کننده اند. اون ذاتی که همه هستی ما از او هست، سمع ما، بصر ما، حیات ما، موت ما به دست او هست، واقعا باید فقط او را پرستش کرد، نباید غیر او را پرستید. این دلائل قانع کننده هم، پس چرا اینها قبول نمی کنند؟ الله می فرماید کذالک حقت کلمت ربک، یعنی فیصله رب صادر شده، ثابت شده. علی الذین فسقوا، بر آنانی که فسق کردن، منظور از فسق تمرد و سرکشی است، بر اینهایی که تمرد و سرکشی کردن فیصله حق این هست که انهم لا یؤمنون. این بیان کلمت ربک است، اینا ایمان نمی آورند. فیصله کرده الله، به خاطر چی فیصله کرده؟ به خاطر عمل کرده خود اینها، یعنی مقصر خود اینها هستند، به خاطر تمرد اینها. باز هم ادامه دلیل، قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده،
به آنان بگو ای محمد رسول الله، آیا معبودان و شریکان شما کسانی هستند که یبدأ الخلق، از ابتدا این عالم را بیافریند، از ابتدا خلق کند، ثم یعیده، دوباره اعاده کند در قیامت، در قیامت دوباره زنده کند. شما چنین هستی دارید؟ چنین معبود سراغ دارید؟ قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده، بگو الله از ابتدا خلق می کند سپس اعاده می کند. فانا تؤفکون، به کدام سمت و سو برگردانده می شوید از توحید؟ از توحید خدا به چه جهتی شما برگردانده می شوید؟ قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، ای پیامبر به آنان بگو آیا از میان شرکا و معبودان شما هستند کسانی که راهنمایی کنند به سوی حق؟ قل الله یهدی للحق، بگو الله است که فقط راهنمایی میکند به سوی حق. راهنمایی را از خدا باید گرفت. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. الله می فرماید آن معبودی که شما را به سوی حق راهنمایی می کند، آیا اون معبود سزاوارتر است که حرفش را گوش کنید، یا اون کسی که خودش حتی هدایت نیست؟ لا یهدی الا ان یهدا، یعنی بر هدایت نیست مگر خودش راهنمایی بشه، یعنی اونی که برای هدایت خودش نیازمند هست اون حق دارتر از شما ازش حرف شنوی داشته باشید، یا اون معبودی که اون معبود به حقی که ما را راهنمایی میکند، الله ما را راهنمایی میکند، کدوم سزاوارتر است؟ الله می فرماید قل الله افمن یهدی الی الحق، آیا آن ذاتی که راهنمایی میکند به سوی حق احق ان یتبع، سزاوارتر است اینکه پیروی شود، اما لا یهدی، یا اونی که بر هدایت نیست خودش، الا ان یهدا، مگر اینکه او راهنمایی بشه خودش. فما لکم کیف تحکمون، چی شده شما را؟ چگونه شما داوری میکنید، حکم میکنید؟ منظور اینه که خدای توانا، خدای عالم و دانا که شما را قدم به قدم راهنمایی میکند، شما از خدا راهنمایی بگیرید بهتر است، یا از اون کسی که خودش در گمراهی هست، خودش بر هدایت نیست، شب و روز تبلیغ شرک میکند؟ بیایید از قرآن راهنمایی بگیرید، از کتاب خدا که راهنمایی خداست. منظور اینه که راهنمایی بگیرید. اما اونها که راهنمایی میکنند میگویند شما فلان مشکل را اگر میخواهید حل کنید فلان جا برو به سجده بیفت، فلان جا برو خودت را به زنجیر ببند. این هر چی که میگه از روی تخمین میگه، از روی گمان میگه، از روی حدس میگه، هیچ دلیلی ندارد. و ما یتبع اکثرهم الا ظنا، آنان پیروی نمی کنند اکثرشان مگر از ظن و گمان. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، همانا گمان در اثبات حق انسان را مستغنی نمی کند، بی نیاز نمی کند. یعنی گمان بیاد دلیل بشه، ظن بیاد دلیل بشه، نه خیر. انسان بالخصوص برای عقیده باید یک دلیل قطعی داشته باشه، نه ظن و گمان. ان الله علیم بما یفعلون، الله خوب میداند آنچه که اونها انجام میدهند. الله تعالی از عمل کردشان خبر دارد. پس راه و راهنمایی در قرآن است. حال الله عزوجل درباره این قرآن میفرماید که این قرآن بررسی بکنید. این قرآن چیزی هست که از طرف العیاذ بالله غیر الله نیست، افتراء انسان ها نیست، کلام الله هست. و تطبیق بدید ببینید با کتاب های آسمانی گذشته کاملا همخوانی دارد، با اونها تطبیق دارد، تصدیق کننده اونهاست.
الله می فرماید و ما کان هذا القرآن ان یفترى من دون الله، این قرآن که شما را راهنمایی می کند به سوی توحید، این قرآن نیست ان یفترى افترا بشه از جانب غیر خدا، ولكن تصدیق الذی، الان دلیل عدم مفترا بودن قرآن چند دلیل. دلیل اول ولكن تصدیق الذی بین یدیه، اما این قرآن تصدیق کننده مصدق آن کتاب هایی هست که جلوی این قرآن هستند، تورات، انجیل، زبور، دیگه کتاب ها، تو اونها همین مضامین. و تفصیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین، فضیلت دوم و دلیل هم دوم بر عدم مفترا بودنش. و تفصیل کتاب هست یعنی احکام ضروریه، کتاب به معنی مکتوب، احکام ضروریه را قرآن تفصیل بیان کرده، به ما گفته چگونه عبادت کنیم، چگونه کی را فریاد بزنیم، از کی استمداد کنیم، همه چیز را مفصل واضح بیان کرده. لا ریب فیه من رب العالمین، هیچ شکی در این قرآن نیست که از جانب رب العالمین است، در این که از جانب رب العالمین است هیچ شکی وجود ندارد. ام یقولون افتراه، الان زجر و توبیخ بر مشرکان که اونها به این قرآن میگفتن افترا، به پیغمبر میگفتن افتراه، این را از خود درست کرده. الله میفرماید اگر از خود درست کرده شما یک سورهش را بیار. قل فأتوا بسورة مثله، به آنان بگو ای رسول الله بیاورید یک سوره مثل این. نه تنها شما با هر که دارید، با بزرگانتون، با خدایانتون، با تمام رؤسا و صنادید شرک و کفر همه جمع بشید. قل فأتوا بسورة مثله، یک سوره مثل این قرآن بیاورید. ودعوا من استطعتم من دون الله، بخوانید، فریاد بزنید هر کسی را که توانستی غیر از خدا. ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگویید، اگر شما صادقین هستید، یک سوره بیار. ببین یک نکته که قبلا خدمت شما عرض کردم دوباره تکرار میکنم تا ذهن شما بماند. قرآن از چه نظر معجز است، اعجاز دارد؟ بیشتر مفسران گفتن از نظر فصاحت و بلاغت، یعنی یک سوره بیارید که از نظر فصاحت و بلاغت، از نظر زیبایی در عبارت، در ترتیب زیبا مثل قرآن باشد. اما حضرت شیخ رحمه الله می فرماید که اعجاز قرآن در فصاحت و بلاغت تنها نیست، تنها در فصاحت و بلاغت نیست، چون که اینجا و جاهای دیگه که تحدی شده، به مبارزه طلبیده شده، فقط از عرب ها نخواسته، عرب و عجم همه را الله تعالی فرا خوانده. پس اعجاز قرآن مجید از جهتهای مختلف است. یک، اعجاز دارد از نظر فصاحت و بلاغت، همونی که همه مفسران گفتن اون در رأس است. هیچ کسی نمیتواند کلامی بیارد به زیبایی قرآن، چنان زیبا که حتی دشمنان هم اقرار دارن. کتابی بود به نام، یکی از اروپایی ها نوشته، فارسیش ترجمه شده، بنده تو اینترنت دادم، نقد بر قرآن. تو این کتاب هم نتونسته ایراد بگیره به اعجاز قرآن و اول به زعم خودش نویسنده منکر پاسخ داده همین تحدی را، همین به مبارزه طلبی را. اینکه قرآن گفته که بیاورید مثل اون، گفته خب خیلی کتاب ها هستند که اینها را اون انسان های نوشتن که واقعا نبوغ داشتند، واقعا استعداد داشتند
و بعد از اون کسی نتونسته مثل اونها دوباره بنویسه. مثال داده مثلا شاهنامه فردوسی چنان نبوغی داشته که بعد از اون دیگه کسی نتونسته مثل شاهنامه بنویسه. مثل گلستان و بوستان سعدی و حافظ کسی دیگه نتونسته. مثل مولوی مثنوی دیگه کسی نتونسته مثل او دوباره مثل اون شعرها بنویسه. این نویسنده مشرک نوشته که محمد صلی الله علیه و سلم چنان نبوغی داشته، چنان استعداد بالایی داشته که تونسته این قرآن را بیاره. درسته بعد از اون کسی نتونسته بیاره، چون که واقعا استعدادش فوق العاده بالا بوده. یعنی این اقرار دارن امروز هم که در مقابل این تحدی قرآن قرار میگیرد، میگه بله قبول داریم کسی نمیتونه، چون الان نمیگه از طرف خداست، چون میخواد بگه که العیاذ بالله رسول الله صلی الله علیه و مثل خیلی از نابغه های دیگر یه استعداد فوق العاده ای داشته، تونسته کتابی را با این زیبایی ترتیب بده و با این عبارت سلیس، عبارت روان، فصاحت، بلاغت، تونسته کتابی را ما قبول داریم کسی دیگه نمی، ولی این که از طرف خداست دلیل نمیشه. خب اون یک سری دلایل داره، الان به اون سمت نمیریم. منظور اینه که دشمنان قرآن هم قبول دارن که به فصاحت بلاغت قرآن کتابی تا به حال نوشته نشده، کسی نتونسته. دوم، از نظر اخبار از مغیبات، اخبار غیب، اونطوری که قرآن شما بیارید کتابی مثل قرآن که اخبار غیب بدید، مثلا قرآن هر چیزی را پیشگویی کرده همون محقق شده. ما ده ها نمونه داریم، واقع بدر هست، شکست ایران از دست رومی ها هست و فتح مکه هست، همه اینها، فتح خیبر است، همه اینها قبلا پیشگویی شدند بعداً محقق شدند. یعنی هر خبری که قرآن داده درباره آینده، این خبر درست در آمده. و دیگه اینکه قصص گذشتگان، واقعات گذشتگان، اونقدر که قرآن دقیق بیان کرده، قرآن زیبا بیان کرده از احوال اقوام گذشته، پیامبران گذشته، سیدنا نوح، سیدنا ابراهیم، موسی، عیسی، علماء، انبیاء بنی اسرائیل، انبیاء اقوام دیگه، هر چی که قرآن بیان کرده هیچ کسی نتونسته چنان بیان بکند. و دیگه پند و اندرزهایی که قرآن بیان میکنه، چنان پند و اندرزهای دلنشین، چنان مطابق روح و روان انسان، مطابق اخلاق کریمه و سلیمه، اینها که قرآن بیان میکنه، کدوم کتاب با این زیبایی بیان میکنه؟ لذا هر چی که قرآن ذکر میکنه از نظر فصاحت، از نظر بلاغت، از نظر اسلوب، از نظر روش، هیچ کتابی مثل این نیست. اما عرض کنم که صاحب تلویح، توضیح تلویح گفته اختلفوا فی جهت اعجاز القرآن، در این که قرآن اعجاز دارد اختلاف دارند که از چه جهت و از چه نظری اعجاز دارند، مع الاتفاق علی کونه معجزا، با وجودی که همه اتفاق نظر دارند که قرآن معجز هست، اما اعجازش از چه جهتی هست؟ فقیل انه ببلاغته، بعضی گفتن بسبب بلاغت، وقیل باخباره عن المغیبات، چون که از مغیبات خبر میده، هر خبرش درست در میاد. وقیل باسلوبه، و بعضی گفتن که با اسلوب و روشی که دارد، این اسلوب در هیچ جای نیست. وقیل بصرف الله تعالی العقول عن المعارضه، که خداوند عقول را از معارضه قرآن منصرف میکنه، هر که میاد منصرف میشه. بعضی گفتن با دلایل قانع کننده، بعضی گفتن فلان چیز، یعنی هر که یک چیزی گفته. حضرت شیخ میفرماید مجموعه اینها اعجاز آفریدن، یعنی اعجاز از یک جهت نیست،
معجزه بودن از یک جهت نیست، معجزه بودن از نظر فصاحت، معجزه بودن از نظر اخبار گذشتگان است، معجزه بودن از نظر اخبار از آینده هست، اخبار مغیبات، معجزه بودن از نظر مواعظ قرآن، معجزه بودن از نظر قوانین و ضوابطی که قرآن گفته برای اصلاح انسان، برای اصلاح جامعه، برای اصلاح شهر و مدنیت، قوانینی که خدا گفته یا قوانینی که برای از نظر روابط بین الملل قرآن گفته که با چه کسانی ارتباط داشته باشید، در چه کسانی در چه صورتهای صلح است، در چه صورتهای جنگ است، قوانینی گفته که امروز دنیا، نه دنیای اسلام، اسلام و غیر اسلام از همین قوانین استفاده می کند. لذا قرآن از هر جهت معجز است. لذا الله می فرماید قل فأتوا بسورة مثله، یک سوره بیاورید مثل آن، ودعوا من استطعتم من دون الله، و بخوانید هر کسی را که می توانید غیر از خدا، ان کنتم صادقین، اگر صادق هستید. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، زجر بر عناد کفار. الله می فرماید بلکه اینها تکذیب کردند بما لم یحیطوا بعلمه، آنچه که احاطه نکرده علم اینها. یعنی چی؟ یعنی اینها تکذیب کردن یه چیزی را بدون علم، بدون دانش، از روی جهل، از روی عناد. یعنی تفسیر مظهری گفته یعنی ان کلامهم و انکارهم للقرآن لیس مبتنیا علی التحقیق و التفکر، اینکه اینها قرآن را انکار می کنند بر اساس تحقیق و تفکر نیست، بر اساس بررسی درست نیست، بر اساس چیه؟ ضد و عناد و تخمین، بدون دلیل دارند قرآن را چی می کنند؟ انکار می کنند. لذا الله می فرماید ولما یأتی تأویله، ولما یأتیهم تأویله، هنوز تأویل آن نیامده. تأویل چی؟ تأویل تکذیب قرآن، منظور عذابی که خدای عزوجل بیان می کند مصداق وعید، مصداق وعید عذاب، این که خدا می فرماید که اگر تکذیب کردید شما را عذاب می دهم، اون هنوز نیامده برای اینها که اینها اینقدر جری هستند، اما اقوام گذشته را مطالعه بکنم برای اونها آمد. الله می فرماید کذالک کذب الذین من قبلهم، این چنین مثل تکذیب قرآن تکذیب کردند انسانهای گذشته قبل از اینها. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، ببین عاقبت ظالمان چه شد، اونهایی که تکذیب کردند به کجا رسیدند. و منهم من یؤمن به و منهم من لا یؤمن به، الله می فرماید بعضی از اینها هستند که ایمان دارند به آن و بعضی ایمان ندارند، بعضی مؤمنند اما بعضی به خاطر عناد ایمان نمی آورند. اینایی که ایمان نمی آورند این مفسدین را رب بهتر می داند، و ربک اعلم بالمفسدین. خب باز هم ادامه زجر، ادامه توبیخ. الله به حبیبش میگه شما با وجود این همه دلایل بازم تکذیب میکنید، پس سر جایتون بمانید، شما عمل کنید، منم عمل میکنم، میبینیم خدا چه میکند. الله می فرماید و این کذبوک فقل لی عملی ولکم عملکم، اگر تو را تکذیب کنند ای محمد صلی الله علیه و سلم، به آنان بگو لی عملی، عمل من برای من، ولکم عملکم، عمل شما برای شما، انتم بریئون مما اعمل، شما بری هستید از آنچه که من عمل می کنم، شما از عمل من اظهار براءت می کنید. و انا بریء مما تعملون، و من هم از اعمال شما، از اعمال شرکی شما، از اعمال فاسد شما بیزارم. و منهم من یستمع الیک، بعضی ها هستن که منهم من یستمعون الیک، استماع می کنند، گوش می کنند، اما گوش دادنشون فایده نداره، چون اینها همون ضدیایی هستند که هدایت مقدرشون نیست.
اینها گوش میکنند ولی مثل ناشنوا هستند. آیا میتوانی ناشنوا را بشنوانی؟ افانت تسمع الصم، آیا تو میشنوانی اونی که ناشنواست، اونی که کر است؟ ولو کانوا لا یعقلون، گرچه عقلم داشته نباشه. یعنی ناشنوا باشد هم انسان ناامید میشه از هدایتش، چه برسد هم ناشنوا باشد هم عقل داشته نباشد، این کجا هدایت میشه؟ و منهم من ینظر الیک، بعضی از آنان هستند که به سوی تو نگاه میکنند. نگاه میکنه ولی نابیناست. نابینا را میتونی راهنمایی کنی؟ افانت تهدی العمی ولو کانوا لا یبصرون، آیا میتوانی راهنمایی کنی عمر را گرچه لا یبصرون؟ از بصارت نیست، از بصیرت است. گرچه در دل بصیرت داشته نداشته باشن، نفهمن چیزی، میتونی راهنماییشون بکنی؟ ان الله لا یظلم الناس شیئا ولكن الناس انفسهم یظلمون. ببینید شما، شاید برای شما این سوال پیش بیاد، برای هر مخاطب این سوال پیش بیاد که وقتی که اونها را خدا ناشنوا کرده، وقتی که خدا بینایی را از اونها گرفته، فهم دل را از اونها گرفته، خب اینا نمیفهمن، معذورم بدبخت. کسی که ناشنوا باشد، حرف شما را نشنود، حق دارد. کسی که نابینا بشه از اینجا بره تو چاله بیفته، خب گناهی نداره، نمیبیند. الله میفرماید نه، من ظلم نکردم، اینا خود بر خود ظلم کردن. چرا؟ چون این ناشنوایی را، این نابینایی را، این نفهمی را خود برای خود آفریدند به وسیله عناد. ما قبلا خواندیم درجات زلالت را، برای شما که این حل است. به وسیله زلال، به وسیله عناد، به وسیله جدال بالباطل اینقدر اینها ضد کردند که دیگه قابل هدایت نیستند. بله، ان الله لا یظلم الناس شیئا، خدا ذره ظلم نمی کند بر مردم، ولكن الناس انفسهم یظلمون، اما مردمن که بر خود ظلم می کنند. چطور بر خود ظلم می کنند؟ لعدم استعمال مشاعرهم فيما خلقت له. مشاعر را، مشاعر اسباب شعور، آلات درک، مثل چشم، گوش، اینها را استعمال نمی کنند برای چیزی که آفریده شده. گوش آفریده شده تا حق بشنود، چشم آفریده شده تا حق را ببیند، اینا استفاده نمی کنند. و اعراضهم عن قبول الحق، از پذیرش حق اعراض می کنند. و تکذیبهم للرسل، و پیامبران را تکذیب می کنند. و ترک النظر فی الادله، در دلائل الهی هیچ دقت و تفکری ندارند، نمی اندیشند، خودشون استفاده نمی کنند. استفاده که نمی کنند گویا عقل ندارند، درک ندارند، چشم و گوش ندارند. حال بعد از این زجر و توبیخ بر آنان، تخویف اخروی. الله می فرماید و یوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعة من النهار، روزی که آنان را الله از قبور بلند می کند، گویا این انسان ها یک ساعت بیشتر در دنیا نمانده، یک ساعت از روز. یتعارفون بینهم، هم دیگر را می شناسند. یک ساعت کجا ماندند؟ قال ابن عباس فی قبورهم. ابن عباس میگه گویی که اینها یک ساعت در قبر فقط ماندند. و قال الضحاک فی الدنیا، ضحاک میگه گویا یک ساعت در دنیا، یعنی همه زندگی دنیا مثل یک ساعت میماند. چرا؟ چون که از بس که اونجا حول میبینند، وحشت میبینند. تفسیر مظهری گفته یستقصرون مدت لبثهم فی الدنیا والقبور لحول ما یرون، از بس که اونجا حول و وحشت میبینند، مدت طولانی که در دنیا بودند یا در قبر بوده، شاید در دنیا به اندازه 100 سال عمر کرده، در قبر شاید 1000 سال بوده. این 1000 سال و این 100 سال
به اندازه 1 ساعت برایش معلوم میشه. کأنهم یوم یرون لم یلبثوا الا ساعة من النهار، کأن لم یلبثوا الا ساعة من النهار، گویا نمانده در دنیا یا در قبر مگه 1 لحظه از روز. یتعارفون بینهم، همدیگر را اونجا میدانن، میشناسن. الله می فرماید قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، همانا در خساره و زیان واقع شد اون انسانی که تکذیب کرد ملاقات الله را، یعنی قیامت را، دیدار الهی را. و ما کانوا مهتدین، در دنیا هدایت یافته نبود. و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک، تخویف دنیوی. الله می فرماید اگر ما به تو نشان بدهیم ای پیامبر بعضی آن چیزی که ما به اینها وعده می دهیم، او نتوفینک، یا تو را وفات بدیم، علی ای حال، چه عذاب در حضور شما در حیات شما یا اینکه عذاب بعد از شما، علی ای حال فالینا مرجعهم، بازگشت اینها بعد از مرگ به سوی ماست. ثم الله شهید علی ما یفعلون، الله تعالی گواه است بر آنچه که اونها انجام میدهند. الله تعالی بر اساس اون علم خودش اونها را به کیفر اعمالشان میرساند. ولکل امت رسول، این تخویف دنیوی هست. همان گونه که محمد صلی الله علیه وسلم رسول فرستاده هست، برای هر امتی رسول ما فرستادیم. فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط، وقتی که رسول بیاید دیگه بعد از اون به حق به عدل فیصله میشه. چرا؟ لقیام الحجت علیهم، پیغمبر که آمد دیگه حجت تمام میشه، حجت تکمیل میشه، دیگه عذر و بهانه‌ای برای کسی باقی نمیماند. و هم لا یظلمون، آنها ذره ظلم نمیشوند. الان زجر و توبیخ مجددا بر اون سخن گذشتهشون. هرگاه از قیامت صحبت میکنی اونها چنان عجله دارند و یقولون متى هذا الوعد، این وعده کی هست؟ این کنتم صادقین، اگر شما راست میگید این وعده کی هست؟ جواب میده الله تعالی به پیغمبرش، میگه تو جواب بده که من خبر ندارم، من از اون وعده خبر ندارم. به جای خود دیروز هم در سوره اعراف همین جواب را خواندید. یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقت الا هو. بعد میگه قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اینجا هم اینه که من مالک ضرر و نفع خودم نیستم، چه برسه که از قیامت بدانم. یعنی من پیغمبر کارم بلاغ هست، رسوندن مطلب هست، پیام خدا را به شما رساندن هست. کار من اینه، وظیفه من اینه. وظیفه من این نیست که تاریخ قیامت بیان کنم، وظیفه من این نیست که مشخص بکنم وقت عذاب را، اون به دست الله. قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. اعلام کن من مالک نیستم برای نفسم، برای وجودم ضرر و نفع را، دفع ضرر و جلب نفع را، الا ما شاء الله، مگر آنچه که خدا بخواد او میشه. یعنی هر چی که خدا بخواد او میشه. خدا بخواد از من ضرری دفع کنه او میشه، خدا بخواد به من نفعی برسانه او میشه. ولکن ما شاء الله من ذلك کائن، هر چی خدا بخواد همون میشه. فکیف املک لكم الضر و جلب العذاب. پس من از کجا مالک برای خودم وقتی که مالک ضرر و نفع نیستم، برای شما از کجا مالک ضرر هستم که شما به من میگی عذاب بیار؟ من از کجا عذاب بیارم؟ من مالک این چیزا نیستم. مرا اشتباهی با خدا نگیرید، اینا دست خداست، من پیام رسان خدا هستم. لکل امت اجل، برای هر امتی، برای هر ملتی وقت معینی هست، هر کسی وقت معینی دارد. اذا جاء اجلهم
فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. هرگاه اجلشان مدتشان بیاید یک لحظه تأخیر نمیشه و یک لحظه تقدیم نمیشه. قل ارأیتم ان اتاکم عذابه بیاتا او نهارا. اینجا بازم زجر. خدا میگه شما که عجله داری برای عذاب بیاد چیکار میکنی؟ میخوای چیکار کنی؟ چطور در بری؟ قل ارأیتم، بگو خبر بدهی به من، ان اتاکم عذابه، اگر عذاب خدا بیاید بیاتا به وقت شب او نهارا یا به وقت روز، ماذا یستعجل منه المجرمون. به چه چیزی عجله کنند؟ چه چیزی هست که عجله میکنه از آن مجرمان؟ یعنی اونجا بعدا تعجیل برای چی؟ ثم اذا ما وقع آمنتم به. این ثم استبعادی است. آیا آنجا یا آیا سپس وقتی که عذاب واقع بشی ایمان میآورید؟ اونجا ایمان اون ایمان که به درد نمیخورد. ای اذا ما وقع العذاب وحل بكم حقیقتا آمنتم به. آیا وقتی که عذاب بیاید و حقیقتا بر شما فرود بیاد، نزول پیدا کند بر شما، ایمان بیاورید؟ الان وقد کنتم به تستعجلون یقال لهم مقدر است. اونجا به اونها گفته میشه الان، آیا اکنون، وقتی عذاب را دیده، وقتی طوفان را دیده، وقتی صدای مهیب را شنیده، الان میگه من ایمان آوردم مثل فرعون. الان ایمان آوردی در حالی که خودتون عجله داشتید گفتید زودتر بیاد عذاب. خب هیچ کسی نمیخواد در عذاب گرفتار بشه. عجله داشتم به قصد تکذیب، یعنی گفت عذاب بیاد که منظور اینه نمیاد، ما میگیم تکذیب میکنیم، پس درست نمیگفتی، خلاف میگفتی. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. الله می فرماید سپس گفته میشه برای کسانی که ظلم کردند، یعنی برای مشرکان در قیامت، به آنان گفته میشه ذوقوا عذاب الخلد، بچشید عذاب دائمی را. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. شما پاداش داده نمیشوید مگر آنچه که کسب کردید. و یستنبئونک احق هو. از شما خبر میخوان بگیرند، از شما اطلاعات میگیرند که احق هو، از روی تعجب انکار میگیرند. واقعا این حق است؟ واقعا عذابی هست؟ الله عز وجل جواب میده قل ای و ربی، واو قسمی است. ای یعنی نعم، بله، ای بله، و ربی، سوگند به رب من، قسم به رب من، انه لحق، همانا این عذاب حق است، و ما انتم بمعجزین. وقتی که عذاب بیاید شما نمی توانید عاجز کنید خدا را. چطور عاجز؟ فرار کنید، مخفی بشید، در برید، کاری دیگه بکنید؟ نه، از شما دیگه گذشته. و باز الان شدت عذاب، چقدر این عذاب که بیاد شدید است. ولو ان لكل نفس ظلمت، اگر برای هر نفسی که ظلم کرده، ما فی الارض، تمام آنچه که در زمین هست، تمام خزانه ها مال او باشد، لفتدت به، او را فدیه بدهد، بازم ازش پذیرفته نمیشه. و اسر الندامت لما رأوا العذاب. الله می فرماید که ندامت را اینها اونجا مخفی میکنن وقتی که عذاب را ببینن. میخواهند از بس که خجالت هستند. اینجا دو تفسیر داره. اولا درباره این که میبینید در دنیا هم انسان وقتی به مصیبتی گرفتار میشه چیکار میکند؟ به دنیا، به پول خودش متوسل میشه تا از مصیبت نجات بیابد. مریض میشه، هرچی پول داره خرج میکنه تا خوب بشه. به زندان میفته، از اونجا زنگ میزنه میگه تمام املاک منو بفروشید، برای من خرج کنید تا من نجات بیابم.
این روش هست دیگه. انسان دستش به مال میفته تا اینکه جان را نجات بده. درباره عذاب الله میفرماید که وقتی که اون عذاب بیاد چنان هیبت، چنان وحشت داره، انسان دوست داره هر چی که در زمین است همه را فدیه بده از اونجا رها بیابد، اما خلاصی نیست. دوم، ندامت را مخفی می کند. چرا ندامت را مخفی می کند؟ به دلیل اینکه خجالت می کشد، خودش را سرزنش می کند، در دل پشیمان میشه، من عجب غلطی کردم، عذاب را قبول نکردم. ولی از بس که خجالت میکشه اصر الندامت، ندامت را مخفی میکند لما رأوا العذاب. اما بعضی از مفسرین گفته اینجا اصرو از ازداد است. اصرو به معنی اظهرو، گاهی ازداد به جای یک دیگه استفاده میشوند، یعنی ندامت را ظاهر میکند، ندامت را نشان میده، میگه خدایا اشتباه کردم، غلط کردم. مخفی نمی کند بلکه چی می کند؟ ظاهر می کند وقتی عذاب ببیند. و قضی بینهم بالقسط، الله می فرماید بینشان فیصله عدل میشه و هم لا یظلمون، آنان ذره ظلم نمی شوند. الا ان لله ما فی السماوات والارض. این دلیل هست، دلیل عقلی ششم، 5 تا قبلا گذشته. الله می فرماید الا ان لله، خبردار فقط و فقط برای الله است، ما فی السماوات والارض، تمام قدرتی که در آسمان ها و زمین است. الا، آگاه باشید ای انسان ها، آگاه باشید که ان وعد الله حق، همانا وعده الهی حق است. کدوم وعده؟ بالبعث والجزاء، اون وعده که خدا درباره بعث بعد الموت داره، اون وعده که خدا درباره جزای روز قیامت داره، این وعده حق است، باور کنید. ولكن اکثرهم لا یعلمون، اما اکثر انسان ها نمیدانند، ای لا یعتقدون حقیقته، به حقیقت اعتقاد ندارند. اگر انسان اعتقاد داشت گناه نمی کرد، رب را ناراضی نمی کرد. لذا بدان ای انسان که همه قدرت در دست او هست، او که قدرتمند است، او می تواند این روز را بیاورد. هو یحیی و یمیت، اون ذاتی است که زنده می کند و می میراند. و الیه ترجعون، فقط و فقط به سوی او برگردانده می شوید برای حساب و کتاب، برای حساب و کتاب پیش او برده می شوید. یا ایها الناس، حال ما را خدای تعالی بعد از ذکر عذاب ترغیب به سوی قرآن میده. قرآن که همه حقایق را بیان کرده. یا ایها الناس، ای مردم، قد جاءتكم موعظة من ربكم، همانا موعظه آمده از جانب رب شما آمده. و شفاء لما فی الصدور، و چیزی آمده که شفای مریضی سینه تون هست. در سینه چه مریضی هایی هست؟ شرک، کفر، نفاق، بغض، حسد، تمام آلایش هایی که در یک سینه میتونه باشه، قرآن شفا هست. قرآن انسان را تزکیه می کند. و هدی و رحمت للمؤمنین، و این قرآن هدایت است و رحمت است برای مؤمنان. قل بفضل الله و برحمته، اعلام کن که بفضل الله و برحمت الله باید خوشحال بشن. بفضل الله فلیفرحوا، برحمت الله فبذلك فلیفرحوا، خوشحال بشند، خرسند بشند، افتخار بکنم، ببالند که خدا چنان نعمتی داده. هو خیر مما یجمعون، این قرآن بهتر است از اون چی که انسانها جمع می کنند، یعنی از مال، از اندوخته شما. چرا؟ چون که اون انسان را نجات نمیده، این نجات میده، این راه نجات را نشون میده، این انسان را عزتمند و سربلند می کند. قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق، اینجا الله تعالی
توبیخ میکند، سرزنش میکند. شما انسان ها، نفی شرک فعلی است، شما انسان ها بعضی چیزها را از سر خود حرام کردی، بعضی را حلال کردی. خدا گفته قل ارائیتم، خبر بدهید، ما انزل الله لكم من رزق، آن رزقی که الله نازل کرده، الله فرستاده، فجعلتم منه حراما و حلالا، شما قرار دادید بلا دلیل از آن رزق بعضی را حرام و بعضی را حلال. قل الله اذن لكم، اعلام بفرما آیا خدا اجازه داده، ام علی الله تفترون، یا بر خدا دروغ میگویید. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. الله میفرماید که این زجر و وعید است که شما بر خدا افترا میگویید. زجر و وعید بر شق دوم، ام علی الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. چیست گمان کسانی که افترا میگویم بر خدای عزوجل روز قیامت؟ یعنی خدای تعالی اینها را به عذاب گرفتار میکنه. ان الله لذو فضل علی الناس، خدا که زود مؤاخذه نمیکنه این دلیل فضل خداست. اما ولکن اکثرهم لا یشکرون، اکثر انسان ها سپاسگزار نیستند. خدا زود مؤاخذه نمیکنه تا انسان متنبه بشه، توبه بکنه، برگردد به سوی خدا. این فضله، این مهلت دادن لطفه. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن. الان دلیل عقلی قبلا خواندید بر قدرت خدا، بر تصرف، بر تدبیر، بر مدیریت، همه چیز به دست خداست. الان بر علم خدا میخوانیم، همه چیز را الله داناست، همه چیز را میداند. و ما تکون فی شأن، الله میفرماید در هر کاری باشی، و ما تتلو منه من قرآن، آنچه که تلاوت میکنی از جانب الله، از قرآن خدا، هر کاری که بکنی، قرآن بخوانی، کاری دیگه داشته باشی. ولا تعملون من عمل، شما هیچ عملی نمی کنید، الا كنا علیکم شهودا، مگر ما حاضر هستیم، اذ تفیضون فی، زمانی که شما وارد اون کار میشی. منظور اینه که ای پیغمبر یا ای مخاطب، ای مسلمان، هر کاری هستی، داری قرآن تلاوت میکنی، داری نماز تهجد میخوانی، داری در یک خانه تنها رب را نیایش میکنی، راز و نیاز میکنی، دعا میکنی، فریاد میزنی، هر کاری میکنی، ما اونجا حاضریم، ما میبینیم شما را، نه اینکه شما را، بلکه و ما یعزب عن ربک، غائب نمیشه از پروردگارت، من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، یک مثقال ذره در زمین و نه در آسمان، ولا اصغر من ذلك، نه کوچکتر از این، ولا اکبر، نه بزرگتر، الا فی کتاب مبین، مگر در لوح محفوظ هست. یعنی هر چی که باشد پیش خدا هست. خدا از همه چیز خبر دارد. کم میکنی، زیاد میکنی، خوب میکنی، بد میکنی، همه الله تعالی خبر دارد. الا ان اولیاء الله، لذا اولیاء خدا که اونها احساس میکنن خدا ما را در همه حال میبیند، خدا بر اعمال ما ناظر است، خدا در جایی که ما هستیم حاضر است. الله می فرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خبردار آگاه باش، همانا اولیاء خدا هیچ خوفی بر آنان نیست در آخرت، چون که اعمالشون در دنیا خوبه. ولا هم یحزنون، و نه اینکه اونها غم میخورند، علی فراق الدنیا، بر جدای دنیا هم غم نمیخورند. چرا؟ چون که آخرت آبادتر میبینند. کسی بر دنیا غم بخورد
یکی از خلفا زمانی رفت به حج که تقریبا آخر صحابه بود، صحابه وفات کردند، کسی نمانده بود، تک و توکی مانده بود. گفت اینجا از اصحاب پیامبر کسی نیست؟ در مکه یا در مدینه پرسید، آوردن صحابی، یک صحابی پیری مانده بود، گفتند هست. وقتی که این صحابی را آوردند، این خلیفه گفت که دلیلش چیه؟ چند چیز ازش پرسید. گفت دلیلش چیه که شما از مرگ نمی ترسیدید؟ شما یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم، اصحاب محمد، از مرگ نمی ترسیدید، به طرف مرگ می رفتید، ما انسان ها اینقدر می ترسیم، علتش چیه؟ اون صحابی در پاسخ گفت علتش اینه که شما دنیای خودتون را آباد کردید، اینجا همه چیز دارید، آخرت چیزی ندارید. اما اصحاب رسول الله برعکس بودند، یاران رسول الله، دنیا ویران بود، در دنیا چیزی نداشتند، آخرت را خوب آباد کرده بودند، همه چیز داشتند. خب طبیعیه هر کس سعی میکنه که از خرابه به طرف آباده بره، هیچ که نمیخواد از آباده به طرف خرابه بره. اونها از بس که چون یقین، ایمان، باور کامل بود، از بس که آخرتشون را درست کرده بودند عجله داشتن، گفتن زودتر بریم اونجا، اینجا چیزی نداشتن، لذا شوق شهادت داشتن، شوق مردن در راه خدا داشتن، علاقه لقاء الله داشتند. اما شما نه، شما اینجا را خوب آباد کردید، اینجا همه چیز دارید، اینجا راحتید، اینجا سرمایه گذاری کردید، اینجا دل بستید، اونجا چیزی نفرستادید، لذا کجا شما از آباده میرید به اونجا؟ همین الله اینجا در این مطلب بیان میفرماید لا خوف علی اولیاء خدا، اونایی که دوستان خدا هستند، عبادت دارند، طاعت دارند، بندگی دارند، آخرت خوب دارند، لا خوف علیهم، اونا در آخرت هیچ خوفی ندارند، ولا هم یحزنون، بر فراق دنیا هم غم ندارند، ولا هم یحزنون، هیچ غمی بر فراق دنیا هم ندارند، چون چیزی از دست ندادند، اونجا چیز بهتری را یافتند. ولی این اولیاء الله کی هست؟ خوب اینجا دقت کنید. امروز خیلی ها هستند ادعای اولیاگری دارند، هر کس که تسبیح بلندتری داشت، امامه بزرگتری داشت، قبای بهتری داشت، این دلیل ولایت نیست. اولیاء خدا صفاتی دارند. اولیاء الله دو تا صفت اینجا الله ذکر کرده. یک، الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردند. ایمان یعنی اعتقاد صحیح، ایمان یعنی توحید، ایمان یعنی یکتاپرستی، ایمان یعنی توش شرک نباشد، توش خرافات نباشد. ایمان، اعتقاد، باور، یقین. پس صفت اول چی هست؟ عقیده صحیح. صفت دوم وکانو یتقون، عمل صالح. ایمان کامل، عمل صالح. در عملشون تقواست، خدا ترسی هست. ولی الله اون نیست که ادعا بکنن من ولی الله هستم. ولی الله اون نیست که هر روز برای مریدان تعریف بکنه من شب پیغمبر را خواب دیدم، به من گفت که فلان مرید را بگو شتر بکشد، فلان را بگو گوسفند بکشد. اینی که ادعا میکند. یا اونی که به قول حضرت استاد رحمه الله ما میفرمودند که میرفت وقتی با مریدانش کسی نبود، همینطور معانقه میکرد، دست باز میکرد، به مریدان میگفت پیغمبر خدا آمده بود، با او داشتم مصافحه میکردم، میخواد نشون بده که من ولی الله هستم. ولی الله اون نیست. ولی الله اینه که این صفات را داشته باشد. بسا هستن ادعای ولایت میکنند، تسبیحشون هم بلنده، شب و روز ذکر میکنند، نماز ولی نمیخونه،
مرید میگه حضرت نماز، میگه شما با من کار داشته نباشید، من اونجا مکه میرم نماز میخونم میام، شما نمیبینید. یعنی اینقدر فریب. این ولی نیست، این عرض کنم که دشمن خداست، دشمن دین خداست. یک کسی میگفت، یکی از همین افراد که هنوز هم هست در زاهدان، میگفت باش حسابی داشتیم و کار اداری داشتیم، یه حاجی معتبری، میگفت رفتیم به مشهد، اونجا هر وقت نماز بود این فقط تسبیح داشت، تسبیحات میکرد. گفتم نماز؟ گفت نمازت را بخون، با من کار داشته نباش. هیچ، میگفت 3-4 روز با هم بودیم، یک نماز هم نخواند. اینجا صدها مرید داره، هر شب جمعه حلقه ذکر داره. اینا ولی نیستند، اینها دشمن دین هستند. رسول خدا صلی الله علیه وسلم قبلا خدمت شما عرض کردم که در آخرین لحظات که نمیتونه راه بره، 2 نفر از 2 طرف گرفتن زیر بغل رسول الله را، کش میخورد، میاد به مسجد نشسته نماز میخونه. در اون حالت نماز میخونه، 3 بار بلند میشه، قش میکنه، میخواد بره مسجد. آخر میگه مرو ابابکر فلیصلی بالناس. اون پیغمبری که الله میفرماید واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا لحظات موت خدا را عبادت کن، و عبادت کرد، نشان داد. پیغمبر از نماز معاف نمیشه، از جماعت خودش را معاف نمی کند، کش میخورد و میرود به جماعت میرسوند خودش را. این ولی کی هست که این نماز از این ساقط شده، این از اینجا روحش میره بیت الله، در جماعت شرکت میکنه و برمیگرده؟ این فریب شیطان است. لذا کار شیطان میکند، نامش ولی همین است. گر ولی این است و لعنت بر ولی. لذا الله میفرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء الهی بر آنان خوفی نیست و آنان در رابطه با دنیای از دست داده غمی ندارند. الذین آمنوا، اولیاء کسانی هستند که ایمان دارند، عقیده صحیح، و کانوا یتقون، تقوا، خدا ترسی، عمل. حضرت امام رازی رحمه الله اینجا همین مطلبی که بنده عرض کردم در 2 جمله بسیار زیبا فرموده. ولی الله من یکون آتیا بالاعتقاد الصحیح. ولی الله اون کسی هست که اعتقاد صحیح داشته باشد، المبنی علی الدلیل، اعتقاد صحیح که بناش بر دلیل باشد، بر قرآن و سنت باشد. این یک، اول دلیل و عقیده صحیح که مبناش قرآن و سنت باشد. 2 و یکون آتیا بالاعمال الصالحه، اعمال صالحه داشته باشد علی وفق ما وردت به الشریعه، اعمال صالحش مطابق شریعت باشد، نه خلاف شریعت. از خود درست نکند، خرافاتی نباشد، بدعتی نباشد، بلکه اهل سنت باشد، یعنی واقعا پایبند سنت باشد، مو به مو، قدم به قدم از سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم تبعیت کند. نه اینکه شب و روز با زنها نشسته و حلقه ذکر دارد، مرید داره میگیره. این نیست ولایت. ولایت اینه که مطابق سنت باشه. نامش ولی، زن میاد دستش را میبوسد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با اون مقام شامخی که داشت از پشت پرده با زنها صحبت میکرد. این به کجا رسیده که زنها دستش را میبوسند؟ لذا این خلاف شریعت است. ولایت در یک جمله به قول حضرت استاد رحمه الله و به قول امام رازی که اینجا خواند، ولایت اونه که زندگیش را نگاه کن، اگر مطابق شریعت بود، مطابق سنت بود، اون واقعا ولی هست. اگر ذره خلاف شریعت بود، اون ولی نیست. لذا الله برای این اولیاء خودش بشارت داره، لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. برای اینها خوشخبری هست در زندگی دنیا و در آخرت. خب در آخرت
خوشخبری مشخص بهشت دیدار رب هست، اما در دنیا خوشخبری چیه برای ولی؟ دو تا تفسیر نوشتند، دو خوشخبری نوشتند. یک مراد از بشارت در دنیا بشارت هایی که خداوند در قرآن بیان فرموده، مثلا یبشرهم ربهم برحمت من و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم. این بشارتی که قرآن بهش میده. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار الى آخره. پس لهم البشرا فی الحیات الدنیا، در همین دنیا بهش مژده بهشت رسیده. و توجیه دوم، مراد از بشارت در دنیا الرؤیا الصالحه، خوابهای خوب میبیند، خدا در همین دنیا دلگرمش میکنه، خواب زیبا میبینه. هی الرؤیا الصالحه یراها المسلم او یرا له. تفسیر مدارک، بشارت در دنیا خوابهای صالحی هست که مسلمان میبیند یا دیگران برای او میبینند. این بشارت در دنیاست. لذا الله می فرماید لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، برای آنان بشارت و مژده است برای اولیاء خدا در زندگی دنیا و در آخرت. لا تبدیل لکلمات الله، کلمات الهی تبدیل ندارد. منظور این که وعده‌ای که خدا کرده اون وعده برو برگشت ندارد. ذلك هو الفوز العظیم، رستگاری عظیم، فوز عظیم این هست. ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جمیعا. تسلی برای رسول الله. الله می فرماید قول آنها، سخن آنها، تکذیب آنها شما را ناراحت نکند. چرا؟ چون که ان العزة لله جمیعا، عزت اینجا به معنی غلبه هست، غلبه از آن الله است. آخر الله و اون کسانی که حزب الله باشند، یعنی شما ای رسول الله، امت شما، اصحاب شما، غلبه مال شماست. هو السمیع العلیم، اون ذاتی هست که میشنود اقوال شما را، العلیم از احوال شما با خبر است و میداند. الا ان لله من فی السماوات، باز هم دلیل عقلی، دلیل توحید بر اثبات، دلیل عقلی بر اثبات توحید. الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض. الله می فرماید خبردار، همانا برای الله است تمام آنهایی که در آسمان ها و در زمین هستند، فرشتگان، جنات، انسان ها، همه و همه الله را عبادت می کنند. و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا، زجر برای اونهایی که غیر از الله دیگران را استمداد می کنند. الله می فرماید که پیروی نمی کنند آنهایی که می خوانند به غیر از خدا دیگران را به عنوان شریک. اینا پیروی چرا می کنند؟ آیا اینها دلیل دارند؟ اینها بر عقل، بر تعقل عمل دارند؟ نه. یتبعون الا الظن، الله می فرماید اینها پیروی نمی کنند مگر ظن را، مگر خیالات فاسد را، گمان را. و انهم الا یخرصون، نیستند اینها مگر تخمینا میگویند. هر چی میگن از روی دلیل نیست، از روی عقل و فکر نیست، بلکه تخمین هست، گمان هست، حدس هست. هو الذی جعل لكم اللیل لتسکنوا فیه والنهار مبصرا. این دلیل عقلی نهم هست بر اثبات توحید. چندین دلیل در این سوره ما میخوانیم. هو الذی، الله آن ذاتی هست که جعل لكم اللیل، برای شما شب را قرار داد، لتسکنوا فیه، تا که شما در شب آرامش داشته باشید، و النهار مبصرا، و روز را موجب بصیرت، موجب بینایی، روشنی. در شب الله تعالی، واقعا ما به این نعمت ها فکر نمی کنیم.
شب را تار قرار داده، تاریک قرار داده تا ما آرامش بگیریم. روز را روشن قرار داده تا ما کارهایمون را انجام بدیم. الله در جای دیگه میفرماید اگر همه شب بود کی برای شما روز می آورد؟ یا اگر همیشه روز بود کی برای شما شب می آورد؟ شما 10 ساعت 12 ساعت کار می کنید، بعد از اون نیاز به استراحت دارید. باید ساعت خاموشی بشه، باید ساعت تاریکی بشه. الله لامپا را خاموش میکنه، جمع میکنه خورشید را و چادر شب را میارد تا شما سکون بگیرید، آرامش بگیرید، استراحت کنید. بعد از اینکه استراحت تمام میشه الله تعالی دوباره خورشید را طلوع میده. چه نظام جالبی برای شما، برای کاروبار شما، برای زندگی شما الله ترتیب داده. چرا به اینها فکر نمی کنید؟ هو الذی جعل لكم الليل، الله آن ذاتی است که قرار داد برای شما شب را لتسکنوا فی، تاکه شما سکونت و آرامش بگیرید در آن، و النهار مبصرا، و روز را وسیله دید. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، الله می فرماید همانا در این آیات از دلائل توحید، در این دلائل توحید فراوانی هست. اما لقوم یسمعون، برای قومی که این مضامین را گوش کند، این دلائل را گوش کند، نه اون قومی که این دلائل را رد کند و گوش نکند. الان زجر برای مشرکین، با وجود این همه دلائل باز هم برای خدا شریک میگیرند. قالوا اتخذ الله ولدا، با وجود این اینها میگویند که خداوند فرزندی برای خودش گرفته، فرزند برای خودش انتخاب کرده. الله می فرماید سبحانه، اون ذات پاک است از فرزند، پاک است از همسر، از شریک، از فرزند. هو الغنی، او بی نیاز است. ببین چند تا دلیل خدا بیان می کند. دلیل اول سبحانه، او پاک است، او فرزند ندارد. دلیل دوم هو الغنی، بی نیاز است. فرزند کسی داشته باشد که نیازمند باشه. شما نیاز به فرزند دارید. اولا نیاز به محبت فرزند، نیاز به اینکه بهار زندگی و میوه زندگیتون هست، نیاز بهش دارید. اگر خدا بهتون نده تلاش میکنید، پیش دکتر میرید. بعض عصای پیریتون میشه، فردا ضعیف میشه، دست شما رو میگیرد. لذا فرزند داشتن چی هست؟ دلیل احتیاج است. هو الغنی، الله بی نیاز است، محتاج نیست. دلیل سوم له ما فی السماوات و ما فی الارض، اون ذات چنان بی نیاز است، چنان قدرتمند است که تمام تصرفات آسمان ها و زمین مال اوست، در اختیار اوست. ان عندكم من سلطان بهذا، الله می فرماید این که شما برای خدا فرزند ثابت می کنید، ان عندكم، این نافی است، نیست نزد شما هیچ نوع دلیلی به این. من سلطان، هیچ دلیلی، هیچ مدرکی شما ندارید. شما از خود درست کردید. این چهارم. پنجم اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا بر خدا میگویید آن چیزی که نمیدانید؟ از خود درست میکنید، افترا. اینجا خداوند تخویف بیان میفرماید بدانید کسانی که مثل شما افترا میگویند، دروغ میگویند، اونها رستگار نمیشوند. قل ان الذين يفترون على الله الكذب، اعلام بفرما ای پیامبر همانا کسانی که افترا میگویند بر الله دروغ، لا یفلحون، انها رستگار نمیشوند. چند روزی خب رستگار نمیشوند، سوالی شما میکنید، اشکالی در ذهن شما میاد، چطور اینها در دنیا سالم، قدرتمند، در زرق و برق، در ناز و نعمت میگردند، همین هایی که بر علیه خدا کفر میگویند، همین هایی که دشمن خدا هستند، برای خدا فرزند ثابت کردند، همین مسیحیانی که
میگویند عیسی فرزند خداست، این یهودیانی که میگویند عزیر فرزند خداست ولی قدرت دارند، مال دارند، سرمایه دارند، کشور دارند، اسلحه دارند. الله میفرماید متاع فی الدنیا، فقط چند روزی در دنیا بهره میگیرند. تمتع، بهره گرفتن، استفاده کردن از امکانات دنیا. ثم الینا مرجعهم، سپس به سوی ما رجوعشان هست، بازگشتشان هست. ثم نذیقهم العذاب الشدید، سپس ما آنها را می چشانیم عذاب شدید. چرا؟ بما كانوا یکفرون، به سبب کفرشان، به سبب اینکه برای خدا شریک گرفتند، برای خدا فرزند انتخاب کردند از خود. خدا میفرماید به عذاب شدید گرفتارشون میکنیم. واتل علیهم نبأ نوح، الان خدای عزوجل چند نمونه از عذاب بیان میفرماید. البته این نمونه های عذاب در دنیا هستند. ببین همونطور که برای این سرکشان عذاب آمد، برای سرکشانی که امروز سرکشی بکنند هم عذاب میاد. واتل علیهم نبأ نوح، بر آنان تلاوت کن خبر نوح را. سیدنا نوح علیه السلام به عنوان پیغمبر خدا 950 سال تبلیغ کرد. اذ قال لقومه یا قوم، زمانی که به قومش گفت ای قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری، اگر بر شما سنگین است این مقام من، مقام یعنی مقام نبوت، این که خداوند به من نبوت داده، و تذکیری این عطف تفسیری هست، این که من شما را پند میدم، چون از همون جایگاه نبوت من شما را پند میدم، تذکر میدم به آیات الله، به آیات الهی، می ترسانم شما را از عذاب خدا. ای قوم فعلی الله توکلت، من فقط به خدا توکل کردم. شما وقتی که تحمل نمی کنید، می خواهید بر علیه من توطئه بکنید، بر علیه من نقشه بکشید، فاجمعوا امرکم و شرکاءکم، جمع کنید شما هر چی که تدبیر دارید، هر چی که توطئه دارید، همه توطئه‌هایتون را به کار ببرید. و شرکاءکم، با خدایان و با معبودان و شریکان خودتان. ثم لا یکن امرکم علیکم غمه، سپس امر شما بر شما هیچ پوشیدگی داشته نباشد. غمه به معنی پوشیدگی، منظور اینه که از هیچ کوششی دریغ نکنید، هر چی میتوانید انجام بدید. ثم اقضوا الی ولا تنظرون، سپس فیصله کنید به سوی من، یعنی توطئه های خودتون را، نقشه های خودتون را عملی کنید. ولا تنظرون، مرا مهلت ندهید. این نمونه هست. ببین یک نفر است، پیغمبر خداست، یک قوم را به مبارزه می طلبد. چرا؟ چون که پشتش گرمه، الله را دارد، قدرت بالایی دارد. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، این را هم بدانی ای قوم، من هیچ طمعی به شما ندارم. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر شما اعراض کنید، اگر شما قبول نکنید، فَمَا سَأَلْتُكُمْ من اجر، من هیچ اجری، هیچ مزدی از شما نخواستم. ان اجری الا علی الله، نیست اجر من، پاداش من مگر فقط بر الله. و امرت ان اکون من المسلمین، من نوح دستور داده شدم از طرف الله که از مسلمانان باشم، اعتقادا و عملا، من تسلیم ذات رب العالمین بشم. اما الله می فرماید فکذبوه، این قوم نوح را تکذیب کرد. فنجیناه و من معه فی الفلک، این نمونه عذاب، ما نوح را نجات دادیم و کسانی که با او در کشتی بودند. بقیه قوم را غرق کردیم. و جعلناهم خلائف، این همراهان نوح را بعداً خلیفه قرار دادیم روی زمین، جانشینان اون غرق شدگان. بقیه قوم کجا رفتن؟ و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا،
الله می فرماید ما غرق کردیم کسانی را که تکذیب کردند آیات ما را. فانظر کیف کان عاقبت المنذرین، ببین چگونه شد عاقبت و انجام منذرین، آنهایی که ترسانده شدند از عذاب الهی. عاقبتشون چی شد؟ نتیجه چی شد؟ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات. بعد از واقع نوح الله تعالی به صورت اجمال و به صورت خلاصه واقع بقیه انبیا را بیان می فرماید. همه انبیا آمدن همچنین، اونها قوم خودشون را ترسوندند، قوم نترسید، از ایمان محروم ماند، خدا عذاب داد. ثم بعثنا من بعده رسلا، سپس ما فرستادیم بعد از نوح دیگه پیامبران را الی قومهم، بسوی قومشان. فجاءوهم بالبینات، این همه پیغمبران با بینات، با دلائل، با معجزات آمدند. فما كانوا لیؤمنوا بما كذبوا به من قبل، اناد قوم ایمان نیاوردند. چرا؟ به سبب آنکه تکذیب کردند آن را، آیات را، معجزات را، من قبل از آن. كذلك نطبع على قلوب المعتدین، این کاف تعلیلی است به معنی لذالک است، به همین خاطر ما مهر میزنیم بر دل متجاوزان. یعنی ما اونها را، اون که ما قبلا سوال کردیم که آیا ظلم نیست خدا اونها را از ایمان محروم کرده بعدا عذابشون میده، این علت است. الله میفرماید ما مهر میزنیم به خاطر این که اونها خودشون تکذیب کردن، خودشون جدال بالباطل کردن. خلاصه این نمونه دوم اجمالی بود. الان نمونه دوم تفصیلی را میخوانیم که از موسی و قوم موسی است. الله میفرماید ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون، سپس بعد از این انبیا ما فرستادیم موسی و هارون را الی فرعون و ملئه، بسوی فرعون و درباریان فرعون، به آیاتنا، با آیات و دلائل. فاستکبروا، اما آنان تکبر کردند. چرا؟ چون که وکانوا قوما مجرمین، اینا قوم جرائم پیشه بودن، از قبل جرم میکردند، از قبل همیشه مجرم بودند، لذا اینها تکبر کردند. گناه کوچک گاهی باعث میشه انسان گناه بزرگ بکند. گاهی انسان گناه کوچکی میکند، بعد از اون گناه کوچک گناه بزرگتر، بعد از اون بزرگتر تا میاد قتل میکنه، تا میاد شرک میکنه، تا میاد کفر میکنه. اینها همه از کوچک سرچشمه میگیرد. لذا اینجا هم الله میفرماید تکذیب کرده انبیا را، تکذیب کرده موسی را، چون از قبل جرم داشتند، مجرم بودند، جرائم پیشه، جرم صفت بودند. لذا انسان گناه را معمولی نداند، گاهی گناه کوچکی میکند، آخر انسان جری میشه، گناهان بزرگ انجام میده. فلما جاءهم الحق من عندنا، الله می فرماید زمانی که پیش آنها حق آمد، معجزه آمد از جانب ما، یعنی موسی با معجزه آمد، قالوا ان هذا لسحر مبین، آنها گفتند همانا این جادوی آشکار هست. به موسی گفتند این معجزه نیست، این جادو هست. قال موسی گفت در جوابشون اتقولون للحق لما جاءكم، آیا شما به حق میگویید، به معجزه میگویید سحر و جادو؟ لما جاءكم، وقتی که این حق پیش شما آمده، بینه آمده، معجزه آمده، به معجزه شما چی میگید؟ السحر هذا، آیا این جادو است؟ ولا يفلح الساحرون، الله میفرماید جادوگران هیچ وقت رستگار نمیشوند. من پیامبر خدا هستم، این جادو نیست، این معجزه هست، این آیه هست، این بینه هست. اما عناد قوم را ببین. قالوا اجئتنا لتلفتنا، گفتند آیا پیش ما آمدی ای موسی تا برگردانی ما را
عما وجدنا علیه آباءنا، از آنچه که ما پدرانمون را یافتیم بر آن. قبلا گفتیم اینا حیله ها و نیرنگ ها و نقشه های فرعونیان هستند که نقشه بازی میکنند، نیاز به تفصیل نیست. و تکون لکم الکبریاء فی الارض، آیا شما آمدید که بزرگی مال شما باشد، سرداری مال شما باشد؟ و ما نحن لکما بمؤمنین، الله می فرماید اونها گفتن ما به شما دوتا ایمان نمی آوریم، اینا همه نیرنگ شماست. وقال فرعون ائتونی، تدبیر فرعون، نقشه فرعون. فرعون گفت ائتونی بكل ساحر علیم، بیاورید پیش من هر جادوگر ماهر را. الله می فرماید فلما جاء السحرة، زمانی که جادوگران آمدن، قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون، موسی به آنها گفت بیاندازید آنچه که شما میاندازید. فلما القوا، زمانی که آنها انداختند، ریسمانها را انداختند، عصاها را انداختند، میدان پر از مار شد. قال موسی ما جئتم به السحر، موسی گفت همه این چی که شما آوردید این چی هست؟ جادو هست، مال من جادو نیست، مال من معجزه هست. ان الله سیبطله، همانا الله اینها را باطل می کند، الله تعالی اینها را از بین می برد. چرا؟ این علت ان الله لا يصلح عمل المفسدین، الله عمل مفسدین را اصلاح نمی کند، یعنی نتیجه بخش نمیشه. شما مفسدید، کسانی که با معجزه مبارزه کنند مفسدند. و یحق الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون، الله حق را ثابت می کند، یعنی معجزه را ثابت می کند، به کلماتی یعنی به مواعیده، چون الله وعده کرده. منظور از کلمات چی است؟ وعده الهی است. خدا چون که وعده کرده حق را ثابت می کند. ولو کره المجرمون، گرچه مجرمون نپسندند، مجرمون دوست داشته نباشند.